این 2-3 لحظه که در دار فنا مهمانیم، میسزد قدری خود و لحظه بودن دانیم. 10 ارزنده رنجیدن و رنجاندن نیست، پس برای چی برنجیم و دلی رنجانیم. این نفس ها به شمارند و به مقدار دقیق، سودی خود میسزد از هر نفسی بستانیم. عمری ما همچو کتابیست پر از خالیگاه، صحف آرای زمانیم و ورق گردانیم. ما در این در به یک مقصد خاص آمده ایم، مقصدی ماست نکو رفتن و ما میدانیم. بگری آموختنی راهی رسیدن به هدف، باید صنعت اشخاص موفق خوانیم. ای برادر من و تو فرق نداریم، مناز مطمئن باش همه یک گوهریم انسانی.